ولی 2-2 جلو لیورپول. خب من نتیجه دیدم گفتم خب خیلی خوب عالی. عمل کردن. خیلی عالی. آموری مربی خوبیه ولی خب ابزار نداره دیگه. مثلا تو هافبکش تو اینجوری در نظر بگیر که اوگارته، تو وقتی 3-4-3 بازی میکنی باید هافبک های وسطت، اون دوتا هافبک وسطه باید خیلی بازیکنهای خفنی باشن دیگه. هرچند کل بازی سازی پخش میشه رو کل تیم، ولی اون دوتا هافبک وسطه باید خیلی همه کاره باشن. الان این تو تیمش برای اون بازی به عنوان پست 6 یا 8 هم هافبک وسط ها اوگارته رو داره و کوبی مینو رو، اریکسن رو داره که تو فاز تدافعی کم میاره، برونو رو داره که خب داره همه جا از این آدم بازی میگیره. اول بازی وینگ چپش بود برونو، بعدش اواخر بازی که تعویض کرد این مثلا اومد 8 هم بازی کرد و همینا. خب مثلا بازیکن کم داره دیگه. یا تو خط حمله مثلا هویلوند یه تک به تک با آلیسون از دست داد. اگه مهاجم اگه مهاجم پورت تکمیل تری داشتن اینو گل میکرد. آخر بازی دقیقه 96 یه توپ افتاد جلو مگوایر رو نقطه پنالتی، دروازه‌بان هم تو دروازه نبود، فقط دو تا مدافع جلوش بودن، این زد از بالای دروازه بیرون. ای دهنش سرویس. اون که خب میدونی به مگوایر تو نمیتونی خورده بگیری چون آره خب حالا دیگه، اون مدافع. خودش رسونده بود ولی اونجا. خب آره خودش رو رسونده بود. بازی قبلی هم خیلی میومدش رو کورنلا و اینا هد میزد، خیلی کمک میکردش به خط حملهشون. خیلی قوله بعد دیگه، کلا رو آره کورنر. مدل بازیش چیزه این آموری هم خیلی هایلاین و پرفشار بازی میکنه، یعنی پرس میکنه این بازی که و من میدیدم بلاکش رو آورده بود، بلاک دفاعش رو آورده بود تو زمین خودش، یعنی آها این بازی خیلی چیز نکرد. خیلی جرئت نمیکرد پرس کنه و خب به نسبت خوب بسته بود منچستر رو. تو دفاع تقریبا داشت 5-3-2 حتی 5-4-1 بازی میکرد. پس بسته بودش چیز کرد. چون بازی قبلی یه چیزی که نیوکاسل. یه ویدیو دیدم از آره یه ویدیو هم دیدم از جیمی کریگر که داشتش بر چیز میکرد، تحلیل میکرد بازیشونو و خیلی باحال بود. دقیقا اون صحنه که کاسیمیرو داشت بازی میکرد و توپ دست تیم حریف بود، آموریم کنار زمین اینجوری میکرد به کاسیمیرو، گفت برو 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 پرس کن، برو پرس کن. بعد کاسیمیرو هی اینجوری بود، هی اینور نگاه کرد، هی اینور نگاه کرد. و گفت من الان جایی نیستم که یه عمر بازی میکنم، من با خیلی عقب‌تر باشم و نمیرفت جلو. قشنگ هی تو شک بود که بره. آموریم انقدر فشار آورد که این رفت مثلا رفت تو محوطه حریف شروع کرد پرس کردنشون. و خب چیز دیگه قشنگ اینجوریه که با این بازیکن‌ها انگار نمیتونه اون چیزی که میخواد و انجام بده، چون اصلا عادت ندارم به مدلی که این الان میخوادش. و خب چیز دیگه یعنی اصلا تاکتیکاشو انگار خیلی نمیفهمن. حالا یا زمان میبره که اینا رو بفهمونه به اینا، یا واقعا لازم داره که بازیکن بگیره. به نظرم باید بازیکن بگیره. حالا من شنیدم که فعلا فکر کنم اصلا شرایط مالیشون و فیر پلی و اینا بهشون اجازه نمیده نیم فصل بازیکن بگیرن، مگر اینکه فروش داشته آه. باشه و خب اونا اینم هم پس اینم خیلی اونا هم اوضاع پس این عجیبه مشکل رو دارن. دیگه. حال فرپلی مالی خب اینا هم خیلی پول خرج خرید بازیکن میکنن دیگه. یعنی پول شما بیخود زیاد. نه آره. نزدیک 100 میلیون بدی آنتونی رو بگیری، بعد نه حتی یارو در حدی نباشه که تو تعویزی بیاریش تو زمین 10 دقیقه بازی کنه، خب دیگه خیلی زوره دیگه. آره واقعا زوره خداییش. یعنی قشنگ اینجوریه که بازیش میدن این مدلیه که فقط ما پول دادیم اینو گاهی وقتا یه بازی بدیم، یعنی مربی اصلا خودش دلش میخواد نمیخواد پول یارو رو حلال بازی کنه. بده. آره میگه خب مثلا تو 20 سال در میاری این پول رو، 10 دقیقه بازی میدی یه ذره بازی کنه مثلا چیز کنه، چون که واقعا یارو داغونه خدایی. فقط اعتماد به نفس و رخ و عقابه، یعنی هیچ چیز دیگه نداره. آخ. چه میدونم. آره واقعا پول بیخود زیاد دادن و خب آره دیگه لازم، یعنی نیم فصل فکر نمی‌کنی چی اینا خرید داشته باشن. تلاششون رو خواهند که، یعنی احساس میکنم که خصوصا اگه مثلا بتونن کاسمیرو رو رد کنن، زرکزی رو رد کنن، اینا احتمالا تلاششون خواهند کرد. خصوصا اگه بتونن بازیکنی قرضی بگیرن، مثلا میگن الان کلوموانی رو میخوام بگیرن،
اون احتمالا قرضی از پاریس جدا میشه، خیلی تیم‌ها دنبالش هستن، اسمشو نزدیک همه میشنویم، یونایتد، چلسی، یووه. الان پاریس دیگه آره کلومانیه. آره اونم. خوب نیست وضعیت پاریس هم خیلی. از چه نظر؟ کلا نمیدونم، حس میکنم تو خب لیگ الان که چندم خودشون جدوله؟ تو تو لیگ لیگ خودشون که که اولا یه 10 امتیاز هم فاصله دارن با تیم دوم. اونجا وضعشون خوبه آخه پس. آره. ولی آخه توی لیگشون داغونه دیگه. لی... لیگشون خدایی داغونه. لیگشون نزدیکترین دنبال کنندهاش فکر میکنم موناکو و مارسی هن. حالا مارسی داره یه ذره خرید میکنه، دیزربی رو آورده، ولی خب تو نمیتونی با 100 میلیون خرید بری جلوی مثلا پاریسی که ارزش ترکیبش 800 میلیون 900 میلیون. آره واقعا نمیتونیم. و خب خیلی چیز دیگه، خوش به حالشونه، اینا میدونن که لیگشون رو میگیرن هر فصل. بعد ولی تو چمپیونز لیگ و بقیه چمپیونز لیگ تورنمنت مهمی که خب باید بیان چیز کنن دیگه. و خب مثلا حالا جام حذفی شدن که حالا اونقدر اهمیت خاصی شاید نداشته باشه. تو چمپیونز لیگ هیچ چیز خاصی نمیشه. چمپیونز لیگ چندمن میدونی توی تو چمپیونز خیلی چیزشون؟ پایین بودن. خیلی بذار پایین. اصلا توی چیز هستن یا توی حذفیان؟ من باید بذار چیزو بیارم. الان چمپیونز لیگ تیبل. تو چمپیونز پاریس 25مه، الان صعود نمیکنه، ولی خب صعود نمیکنه. دو تا بازی ازش مونده دیگه. دقیقاً لب مرز صعود دیگه، یعنی 24 تا 24 صعود رو میکنن، آره. بقیه نه صعود نمیکنن اونجا به پایینش. و آره دیگه اونجا وضعشون خوب نیست به نظر منم. ببین اصلا بازیکن داره ها، ولی اصلا یکی از دلایلی که به نظر من پاریس توی اروپا خیلی خوب نتیجه نمیگیره همینه که لیگش خیلی ضعیف. لیگش واقعا ضعیفه. تو باید بازیکنات در طول فصل اگه میخوای بری تو نیمه نهایی و فینال چمپیونز به نتیجه برسی، چون اونا معمولا آماده ترین تیمای اروپا هن که به اونجا رسیدن، باید در طول فصل 5 تا بازی با تیمای بزرگ کرده باشی دیگه، 5 تا بازی خیلی سخت کرده باشی دیگه. پاریس مثلا نمیدونم، فکر می‌کنم در طول فصل کل بازی‌های سختش بریزی رو هم 10 تا نمیشه. تو لیگی که اصلا با یه وضع آره افتضاحی دیگه فاصله داره. اصلا به چالش نمیخورن که مثلا بتونن نقاط ضعفشون رو بفهمن آقا مثلا کجا ما مشکل داریم، چه میدونم کجا رو باید اصلاح کنیم. و خب چیزی که خب بقیه لیگا، حالا لیگ انگلیس که خب خیلی وحشتناکه اصلا قضیهش فرق میکنه، ولی خب توی حتی لالیگا یا بوندس لیگا هم تو میخوری به تیمای خوب، میخوری اذیت میشی. لالیگا که همه تیم‌ها تو رو اذیت میکنن. شاید مثل پریمیر لیگ نباشه که همه بازی‌ها پر فشاره عجیب غریبه، ولی همه تیم‌ها حتی تیم‌های ضعیف هم میان یه جور عجیبی با دفاع کردن و ضد حمله و اینا دهن تو رو آسفالت میکنن. یعنی اینجوری نیستش که خب چیز باشه خیلی آب خوردن باشه و گلابی باشه. و تیمای ضعیف هم تک ستاره هایی دارن که قشنگ تیم حریف رو اذیت میکنه. یعنی مثلا چه میدونم تو رئال بتیس، اسپانیا چیزی که آره. خیلی عجیبه اینه که کلا از فوتبال پایه‌شون روی تکنیک بازیکن‌ها خیلی کار میکنن و این وقتی میان تو لالیگا این بازیکن‌ها میرسن مشهوده دیگه. تو میبینی همه تیم‌ها تکنیکال بازیکن‌های قوی دارن، بازیکنایی دارن که میتونن 1-1 رو به راحتی بردارن، بازیکنایی دارن که میتونن خیلی دقیق به توپ ضربه بزنن. و خب با وجود اینکه خرج زیادی هم نمی‌کنن تیم‌های لالیگایی، ولی هنوز اون کیفیت توشون وجود داره. آره دقیقاً بازیکنای تکنیکی خوب مشتی دارن و خب خیلی هم از چیز هم میارن دیگه. از آمریکا جنوبی هم بازیکن اینا زیاد میارن اینا و خب بازیکنایی هستن که قشنگ تو دفاعت خالی باشه، مخصوصا واسه تیمایی که مثلا مثل بارسلونا یا رئال که مثلا میان حمله میکنن و مثلا کل تیمو کشیدن جلو و مثلا دارن فشار میارن. و خب اونا هم همشون تاکتیکاشون اینه دیگه، آقا ما میچینیم اتوبوسو که قشنگ تیم حریف بیاد فشاره رو بیاره، کافیه یه فضای خوب واسه بازیکن حملمون ایجاد بشه، میره یارو گل میزنه دیگه. و خب قشنگ بازیکنایی که از فضا میتونن خیلی خوب استفاده کنن.
این پسره بود برایان زاراگوزا. این دهن بارسلونا رو سرویس کرد آره قشنگ. دو... اون خیلی رفت بازیکن چیز خوبیه. دیگه، رفت بایرن تیم دیگه. فکر کنم یه آره نیم خیلی فصل باز. بایرن بود، ولی خب اصلا بهش بازی نمیرسید. چرا؟ چون که سبک بازی ها توی لالیگا متفاوت با بوندسلیگا. اونجا نتیجه نگرفت، ولی الان دوباره اومده اوساسون هاست و مثلا تو 15 تا بازی یه گل زده، 5 تا پاس گل داشته. خب این یارو تکنیکیه، یارو تکنیکیه و اذیت کنه قشنگ. یک به یکا رو خیلی خوب برمیداره. یعنی تو مثلا مدافع جلوت باید خیلی مدافع خفنی باشه که بتونه تو رو کنترل کنه، بتونه اونو کنترل کنه. مثلا آرا اوخو نمیدونم کونده اینا مثلا جلوشو وای میسن، واقعا سختشونه دفاع کردن، یه نفری ها رو هندل کردن. خب همین بازیکن‌ها خیلی اذیت میکنن دیگه. حالا کلا لیگا رو داشتیم میگفتیم، ایتالیا هم خب پرفشار و چیز فیزیکال هم بازیاش دیگه، دیگه، فیزیکال. فیزیکال و پرفشار و بر روح و روانت هم تاثیر میذاره بازی ها. یعنی چیز دیگه تو ایتا... همش. تو ایتالیا عنصر تاثیرگذار غیرت. هرچی بازیکن غیرتی تر باشه، محکمتر بازی کنه، بازیکن بهتری محسوب میشه. بازی ها خب واسه چیزا شاید اونقدر جذاب نباشه واسه مخاطبا. تو که الان مخاطبه لیگ ایتالیا هستی، نظرت چیه در مورد بازی که یوونتوس میکنه، بازی بقیه بازی های تیما اینتر و میلان و ببین من قبل از شروع فصل این رو فکر کنم توی گروهی ما داشتیم، با بچه ها داشتن صحبت میکردن که آره این فصل اینجوری اونجوری. گفتم که شانس‌های قهرمانی اصلی به نظر من امسال ناپولی و اینترن، پشت سر اینا یووس و همراه آتالانتا و میلان و بقیه میرن توی رده های بعدی. ناپولی که واقعا خیلی خوب بوده. کنته کلا مربی لیگه، یعنی کنته توی هر تیمی که بوده توی لیگ خیلی خوب کار کرده. این بنده خدا رفت چلسی، یه فصل تو چلسی بود، یک فصل و نیم تقریبا، و توی همون فصل اولش در حضور کلوپ و پپ این با چلسی قهرمان شد و الان هم توی ناپولی اومده. حال فعلا با 2 تا بازی بیشتر نسبت به اینتر صدره، 44 امتیازی هن اینا، اینتر 40 امتیازی. اینتر اگه اون 2 تا بازیشو ببره میاد بالای اینا، ولی اینا شانس خیلی خوبی دارن. آتالانتا هم خیلی داره نزدیک به اینا، خیلی داره نزدیک به اینا پیش میره، حتی یه جایی از اینا میزن جلو. گاسپرینی ترکونده، واقعا گاسپرینی کمترین خرج رو میکنه و بیشترین بهره‌وری رو میگیره از بازیکناش. بازیکنهای خوبی هم داره. من بازیشون با چیز رو دیدم، بازی با رئال تو چمپیونز لیگ با رئال مادرید بازی کردن، خدایی خوب بازی کردن و خطرناک بودن و خب قشنگ رئال مادرید رو اذیت کردن. یه ذره کلا خب چیز دیگه، یه سری بازیکن جوون داره، کم تجربه داره و خب وقتی میای چمپیونز لیگ بازی میکنی، مثلا مخصوصا تو نیم ساعت اول بازی اینا انگار چیز بودن، یعنی مثلا خودشون نبودن، خیلی نمیتونستن اونجوری که مثلا خصوصا جلوی باید تیمای مثلا. بزرگ دیگه. آره خصوصا مثلا جلوی رئال مادرید، خب تو داری جلوی تیمی بازی میکنی که 15 بار قهرمان این تورنمنت شده و خب میگی که آقا دیگه ته فوتباله دیگه، اینجا واقعا ته فوتباله که و خب قشنگ اینجوری بود که نیم ساعت طول کشید تا اینا خودشونو پیدا کردن. ولی واقعا پرفورمنس خفنی داشتن جلو رئال مادرید، خیلی خوب بازی کردن. حالا رئال مادرید اونقدر شاید رئال مادرید آره اون چیز خفنی که همیشه هستش نباشه الان، ولی خب تو چمپیونز لیگ به هر حال همیشه سعی کرده خوب بازی کنه، نتیجه هم گرفته و خب اون بازی هم همین شد قضیهش که به هر حال آخرش رئال نتیجهشو گرفت اون بازی، با اینکه اونا خیلی خوب بازی کردن، موقعیت زیاد از دست دادن. آتالانتایی‌ها خرابکاری زیاد کردن و اونم حس می‌کنم به خاطر اینکه زیر فشار بودن و خب قشنگ بازی بود که میتونستن ازش امتیاز بیارن و ببرن، ولی خب نتونستن دیگه، آخرش کم آوردن و نتونستن مثلا رئال رو شکست بدن. ببین هنوز مهره های درجه یکی نداره گاسپرینی. آره مهرهاش اگه مهرهاش درجه درجه یک یک بشن من نیست. احساس میکنم که خیلی تیمش قوی میشه.
چیز دیگه به هر حال مثلا شرایط باشگاه دیگه، یعنی اونقدر باجتی ندارن که بخوان مهره خفن واسه یارو بخرن. یارو باید استعداد کشف کنه، دونه دونه بیاره، مثلا یه جورایی هم که مثلا با تیمش بخونن این استعدادا دیگه. کلا ولی تاریخچه باشگاه رو تغییر داده این یارو. گاسپرینی سال فکر می‌کنم 2012 13 میشه سرمربی آتالانتا. آتالانتا تو تاریخش بهترین رتبهش فکر می‌کنم تو سری آ هفتم بوده و اون موقعی که این سرمربی شد اینا همش میرفتن پایین و میومدن بالا، میرفتن سری بی و میومدن بالا، جز این تیما بود. اولین جام تاریخشون رو با گاسپرینی میگیرن. با گاسپرینی فصل پیش لیگ اروپا گرفتن و واقعا چند فصله که تبدیل شدن به مدعی، حالا نگیم مدعی قهرمانی ولی مدعی سهمیه چمپیونز شدن هم با این تیم خیلی کار سختیه. ورزشگاهشون رو کاملا با پولایی که تو این بازی به دست آوردن نوسازی کردن. الان یکی از بهترین ورزشگاه ایتالیا رو دارن تقریبا. تو ایتالیا که همه ورزشگاه مال سال 1900 و اندیه قبل از میلاد مسیح. آره. اینا دارن ورزشگاهشون بازسازی میکنن. فکر میکنم از 4 سکوی 4 طرف 3 طرفش کاملا بازسازی شد تو سالهای اخیر، مسقف و خیلی شیک و اینا و کلا تاریخچه باشگاه تغییر کرد. آره واقعا با تو این چند سال گذشته که مثلا من فیفا هم بازی میکردم، آتالانتا جزو تیمایی بود که من حال میکردم بردارم باهاش بازی کنم، چون مثلا میدونستی با 4 تا بازیکنم داره که حال میده باهاش بازی کردن. مثلا من کلا حال میکردم مثلا تیمای ایتالیایی یه چیزو بردارم. یه مدت خیلی ناپولی رو برمی داشتم دیگه. ناپولی از یه حدی قوی شد، جزو تیماییه که خب قویه، تو میخوای برداری فوتبال باهاش بازی کنی، فیفا بازی کنی. بعضی موقع حال میده با تیمای یه ذره ضعیف‌تر بازی کنی و ببری، خب مثلا خیلی حال میده دیگه. آتالانتا مثلا جزو اون تیمایی بود که حداقل اینجوری بودش که تو بازی میکنی هرس نمیخوری باهاش، مثلا بازیکن‌ها یه کارایی میکنن، یه آره. بازی رو در توانایی‌هایی میارن. دارن. آره بازی رو در میارن و خب دقیقاً این تیم‌ها بودش که برمی‌داشتی گلای قشنگ میتونستی باهاش بزنی، یه ذره باید بیشتر تمرکز می‌کردی بازی می‌کردی. و خب تا شاید چند سال قبل اصلا جزو تیمایی نبود که تو فکر کنی که مثلا من بردارم باهاش بازی کنم. و خب الان به اونجا رسیده و خب بازیکنایی هم که میان بازیکنای جالبی ان. یعنی من اون مدت که چیز بودش خیلی حال میکردم. این پسر آرژانتینیه یه مدت اومدش آنخل آتالان، گومز، آلخاندرو گومز. آلخاندرو گومز. آره خیلی بازیکن خوبی بود. اون مدتی خیلی. هم که تو آتالانتا بود خیلی رو اوجش بودش، فیفا برمی‌داشت همه جا گل میزد یارو، خیلی خوب بودش. آره و یووه هم که رسید به نیم فصل نباخت توی لیگ. کلا تا اینجای فصل 2 تا باخت داشته، یکی به میلان توی سوپرکاپ همین پریروز بود، یکی هم به اشتوتگارت توی لیگ قهرمانان. معتاد بد نبوده ولی هنوز تیم کامل دستش نیومده و خب خیلی هم بد شانسی آوردیم دیگه. 2 تا دو تا از مهرهای اصلیمون تو خط دفاع مصدومیت تا پایان فصل خوردن. برمر که بهترین، حتی شاید بهترین بازیکنمون بود، خیلی مدافع خوبی بود. امیدوارم فصل آینده بتونه برگرده به فرمش چون ربات داد. کابال هم خریدیم برای دفاع چپ، اونم ربات داد. ربات صلیبیه خیلی بد گفتیه، یعنی همین که خب یارو میره کل فصل و بعدش هم اینجوری که اصلا یارو برگرده به اون فرمش یا نه، خیلی اصلا خیلی اون مسئولیت بازیکن بشه یا سختیه. نه. اعتماد آره کردن به اون الان پا دیگه کار سختیه. من که تجربهش آره رو دارم. شما که تجربهشو داشتی. آره الان مثلا اتفاقی که خب مثلا بارسلونا هم اول فصل افتاد دیگه، بابا ما این یارو مارک برنال اومد پسر آخ آخ، جوونه بوسکتسی عجب بود برای بازی خودش. میکرد. آره خیلی خفن بودش و خب سر چندم 17 18 سالگی میای اینجوری تو هافک دفاعی بازی میکنی میگه ای والله اینه، بعد مثلا یارو ربات میده دیگه مثلا خیلی چیز دیگه. ببین درد داره. این توی این سن آره که باید فوتبال بازی کنه تجربه کسب کنه، یهو میره یه فصل که حالا بشینه خونه، حالا تا بعدش برگرده تو نمیدونی که اصلا همون بازیکن بشه یا نه. حالا ما جاشو با کاسادو پر کردیم، کاسادو خوبه واقعا خفنه مثلا، ولی خب یه قضیه‌ای که هست چیزو نداریم ما الان. اون موقع تو میگفتی 2 تا داریم، اون عمق نیمکته رو داشتیم
واسه هافبک دفاعی. الان مثلا کاسادو نباشه کیو بازی میده؟ مثلا اریک گارسیا رو هافبک دفاعی بازی میده که اصلا یارو پستش این نیست. اریک گارسیا فرانکی یارو، بازی نمیکنه. فرانکی دیونگ هافبک دفاعی اونقدر خوب بازی نمیکنه. یعنی حس میکنم خودش هم دوست نداره اون پوزیشن بازی کنه، دوست داره بیشتر تهاجمی تر باشه و خب مدلش هم اینجوریه، توپ میگیره حمله میکنه، بیشتر دوست داره نزدیک دروازه بازی کنه و دفاعی بودنش مثلا در حد چیزا نیست، کاسادو و اینا نیست. یعنی بازی خراب کردنش اون مدلی نیست. بازیکن چیزی نیست، بازیکنی که مثلا یه ذره کثیف بازی کنه اینا هم نیست. کاسادو اینجوریه، میدوه میزنه، بازیکن کوچولو موچولو هم هستش ولی قشنگ وسط زمین میدوه میزنه اینو اونو و خب بازی خراب میکنه. و خب واسه بارسلونایی که خیلی مهمه وقتی که داره از حمله به دفاع ترانزیشن میکنه، اینکه تو پاس ببری، بازیکن رو فشار بیاری که پاساشون نرسه خیلی مهمه. حتی شده یه جایی خطا کنی که آقا جلو ضد حمله یارو رو کاری که بگیری، بوسکتس خیلی میکرد یا اون اهمیت دیگه. داره. آره بوسکتس میکرد. و یه عنصر مهم دیگه اینکه خب زیر فشار هم تو اصلا تحت فشار قرار نگیری، که خب هیچکی مثل بوسکتس فکر نکنم هنوز باشه، چون که اون که عجیب غریب بود واقعا. یعنی زیر فشار اصلا آخ نمیگفت، توپو میچرخوند، یه بدن میومد میچرخید پاسشو میدادش. فیزیکش الان خیلی ولی خب مثلا کمکش میکرد. فیزیکش خیلی کمکش میکرد. آره قد دراز و گنده، دست و پاهای دراز و گنده داشت، چون کاور میکرد توپو دیگه، اینجوری دستا رو وا میکرد، پاها رو میذاشت، بدنشو میذاشتش بین آره. توپ و بازیکن، میچرخید پاسشو میداد. تکنیکش هم داشت، یعنی قشنگ دو سه نفر یه هوی می اومدن تو پاش، یه پا دو پا میتونست بزنه، این کارا میتونست بکنه. کاسادو تا حدی میتونه اون کارا رو بکنه، ویژن خوبی داره، پاسای خفنی میده، خب خیلی تاثیرگذاره. ولی خب میگم یه کسی پشت سرش نیست که بازی کنه. حالا بحث بارسلونا رو کردی و خیلی این چند وقت سر این چیزه، سر این قضیه دنی اولمو و پاو ویکتور که نمیتونن الان ثبتشون کنن، واقعا من زایمان کردم. هر روز بلند میشد یه خبری میداد، هر روز. الان هم که فعلا میخوام برن دادگاه، نشده، میخوام برن دادگاه و خب قضیهش کلا الان اینه که اینا به اون 1-1 برگشته بارسلونا میتونه بازیکن ثبت کنه، ولی خب مهلت، یعنی اون ددلاینی که واسه پاو ویکتور و دنیل مو بود میس کردن. و خب این چیز RFEF و که این فدراسیون فوتبال اسپانیاست، خب مثلا میگه آقا شما آره ددلاین رو میس کردین، اینا رو نمیتونین ثبت کنین دیگه، حالا به 1-1 برگشتین، اوکی میتونین الان برین بازیکن بخرین، اوکیه بازیکن جدید میتونین بیارین، ولی اینا میس شدن. نمیدونم از این و قوانین قضیه عجیب لیگ اسپانیا من اطلاعی ندارم. مثلا تو هیچ لیگ دیگه من نشنیدم مثلا قانون 1-1 وجود داشته باشه و امثال اینها. یه ذره کلا قوانینش سختگیرانه‌تر از بقیه لیگاست توی این قضايا. و خیلی ها، مثلا من خودم بارسلونایی ام، خیلی ها اینجوری که آره همه بر علیه بارسلونا شدن فلان و بهمان و اینا، ولی خب واقعیت اینه که این قانون برای همه هست و الان بارسلونا میخواد بره دادگاه، اینجوریه که دادگاهش بر علیه کل لیگ و کل تیم‌های لیگه، یعنی همه تیم‌های لیگ دیگه هم باید راضی بشن و خب اونا راضی نمیشن. میگن که یعنی چی اگه این قانون واسه اینا میتونه اینجوری قانون نقض کنه، پس ما هم باید بتونیم این کارو بکنیم نقضش کنیم دیگه. دیگه. آره نقضش کنیم، پس چرا واسه ما مثلا نباشه؟ مثلا فیوریت نمیتونه باشه بارسلونا که حالا مثلا بخواد این چیزا رو بکنه. من خودم مثلا میگم بارسلونایی هم یه ذره چیز هستم دیگه، مثلا میگم دهنشون سرویس دادن میذاشتن و اینا. یه مقدارم لالیگا مثلا گرایش به سمت رئال مادرید داره، ولی خب پرز هندل کرده بوده این مشکلات مالیشون رو دیگه و نذاشته به اینجا برسه، کاری که خب مثلا بارسلونا نکرد. و اینا اول فصل خب لالیگا بهشون گفته بود آقا شما نمیتونین اینا رو ثبت کنین، باید به 1-1 برسین، 6 ماه هم وقت دارین آقا تا اینا رو ثبت کن. خب مثلا شما چرا اینجوری گذاشتین این 6 ماه همینجوری واسه خودتون گشتین این ور اون ور، نمیدونم چیز کردی که به اینجا برسه که حالا مثلا فردای اون روز شما که فردای ددلاین برسین به 1-1، خب دیگه نمیتونین ثبت کنین دیگه.
یه ذره نظرم چیز اینش کنیم مثلا 6 ماه اولمو رو قرضش بدیم به ما. مشکل قضیه اینه که سر اولمو بارسلونا دیگه هیچ حقی روی اولمو نداره. آره یعنی فری ایجنت تو دیگه. نمیتونی فری ایجنت، تو نمیتونی مثلا لونم بدی و اینا. باید با یارو بشینی صحبت کنی، مثلا بگی آقا دنی مثلا تو حال میکنی با بارسا، مثلا بیا برو یه قرارداد 6 ماهه با یه جایی بنویس، فوتبالتو بازی کن، بعدش برگرد. آره یعنی فقط باید چیز کنن دیگه، مثلا به تفاهم تفاهم دوستانه شفاهی است دیگه. برسن. آره که مثلا آقا مثلا تو حال میکنی با ما، دوست داری بارسلونا بازی کنی و اینا، این کارو بکن. سر پاو ویکتور خوشبختانه مثلا اینکه میتونیم لونش بدیم، بازیکن ما هنوز، ولی خب مثلا چیز نمیتونیم بیاریمش توی ویجمون، مثل اینکه چون قبل از ددلاینه اونو میتونیم لون بدیم. ولی به نظر من باخت اصلیمونو ما سر پاو ویکتوره میکنیم تا سر دنی اولمو. حالا دنی اولمو بحث این که پول دادیم و اینا بگذره، که به نظر من اینا میتونن اون تفاهم شفاهی رو باهاش بکنن، چون اصلا کلا یارو مدلش و وجهش و اینا پیش طرفدارا هم بد میشه اگه بخواد بزنه زیر همیشه بگه من رفتم شما 60 میلیون هم واسه من دادین 2 ماه براتون فوتبال بازی کردم خداحافظ. خیلی ضایع میشه واسه یارو، هم ضایع است. احتمال زیاد تفاهم رو میکنن، ولی ما تو خط هافکمون پره، بازیکن زیاد داریم. یعنی فرمین هست، این یارو پابلو توره هست، چندم گاوی هست، اونقدر شاید اونجا ما اذیت نشیم، چون دنی اولموه وینگر یه چند تا بازی اون مدلی سعی کرد بازیش بده، ولی بازی نمیتونه بکنه اونجاها. نه اصلا نمیتونه، مثلا جای لامین یامال، جای رافینیا فایده نداره. آره مثلا مهاجم کاذب توری هم بازی میکنه، ولی مثلا باز دوباره فرمین و اینا میتونن اون نقشه رو داشته باشن. ما مهاجم نوکمون که بدبختیمونه که لواندوفسکیه که هیچ کیو پشت سرش الان نداریم، فقط پاو ویکتور بود که الان اونم بره دیگه اصلا ما مهاجم نوک نداریم. یعنی فقط و فقط لواه که اون چیزم گاهی بازی میکنه فران تورس، ولی اونم باز دوباره وینگره بیشتر تا مهاجم نوک و در اون حد و اندازه هم نیست. کیفیتش آره اونجوری چیز نیست و اذیت میشیم دیگه. یعنی ما از سر نداشتن اینا اذیت میشیم، چون همینجوری عمق نداره اونقدر نیمکتمون و سبکی که بازی میکنه فیلیک پرفشاره دوندگی بازیکن‌ها. یعنی بالاست. آره دیگه اول فصل چرا اینا خوب نتیجه میگرفتن؟ چون نفس داشتن هنوز مثل سگ میدویدن، این خط آفساید رو نگه میداشتن، حواسشون بود، موقعیت ها رو گل میکردن. به نسبت مثلا لواندوفسکی خیلی آمار گلزنیش بهتر بود، چون که آقا خون به مغز میرسید، تصمیم گیری ها خوب بود. قشنگ این بازی آخر اینجوری بود که مثلا من خودم سالن فوتبال بازی کردی دیگه، دیدی که مثلا خودمون خیلی فوتبال بازی کردی، مثلا اول بازی شارپی مثلا توپ میاد تو گل میکنی و اینا، یه ذره میگذره مثلا نفست میفته، ماها که آماده بدنی خاصی هم نداریم، کج و کولی دیگه، توپ میاد میزنی میره اونور، اون میزنی میره اونور، نمیتونی، یعنی اصلا خون به مغز نمیرسه، تصمیم گیری درست نمیره. یعنی مثلا بازی آخری که با اتلتیکو بود، اون توپی که دروازه خالی اومد جلو پاش اینجوری شد، قشنگ مشخص بود که آقا یارو دیگه داره میفته. خالیه نمیتونه توپو گل کنه. یعنی مثلا فایده نداره حضورش تو زمین الان. و خب همین میشه دیگه، موقعیت ها گل نمیشه، موقعیت کم نمیسازیم، مشکل موقعیت سازی نداره بارسلونا، موقعیت زیاد میسازه، موقعیت ها گل نمیشه، لواندوفسکی نمیزنه، رافینیا نزد توی اون بازی. رافینیا البته بدشانس بود که نتونست حالا گل بزنه، تو به تیر دروازه زدش، ولی خب باز مثلا اگه نفس بهتری داشت میتونست خیلی بهتر تصمیم گیری کنه، خیلی دقیق‌تر بزنه. بازی هم فکر کنم دیدم 2-1 باختیم. بازی با اتلتیکو آره دیگه. ببین بازی تموم شده شد، دیوانه داشتن میشدن. دقیقه 96 کل بازی حمله کردی، کل بازی سوار بازی، کلا بهتر بودی، ولی خب با اتلتیکو مادرید بازی میکنی همینه دیگه. یعنی اتلتیکو مادرید همه بازیاشو که با تیمای بزرگ همین جوری میبره، مثلا دهنتو سرویس میکنه دیگه. بازی ها رو و سخت میکنه برای تیم‌ها. آره و خب نیم فصل دوم حالا بارسلونا دوباره، من مطمئنم دیگه الان اول نیم فصل شروع شده، دوباره یه چند تا بازی من مطمئنم خوب بازی میکنه میبره و اینا. توی فشار بازی ها که میفته مطمئنن دوباره به مشکل میخوره، مخصوصا توی لیگ
توی بازی‌های که باید امتیاز بگیری، بازی جلوی تیمایی که مثلا ته جدولن و تیمای کوچیک‌تر جلو اونا 100% به مشکل میخوره. اونا همه میرن توی دفاع، روی ضد حمله کار میکنن و خب همینجوری من مطمئنم امسال همینجوری توی لیگ امتیاز از دست میده و فکر نکنم، یعنی اصلا چشم آب نمیخوره که اینا بتونن لیگ بگیرن. باخت شما و رو لانگباله و همه تیم‌های کوچیک هم میرن سمت لانگبال دیگه جلوتون. آره دفاع میکنن و روی لانگ بال و خب مثلا همینجوری تو امتیاز از دست بدی نمیتونی شانست لیگو در بگیری قهرمانی. دیگه. لیگ باید کانسیستنت باشی، هی امتیاز بگیری و خب از دست ندی امتیازاتو دیگه. حالا واسه چمپیونز لیگ ما حس میکنم شانس داریم. چمپیونز من حس میکنم شانس داریم چون نشون داده که تو بازی‌های بزرگ خیلی بهتر بازی میکنن. همین که استراحت میده آره قبلش به بازیکن‌ها خواستم بگم و دقیقا نگه می‌داره واسه استراحت دادنه تاثیر داده. آره استراحت میده. تو چمپیونز لیگ بی‌نظیرن اینا، یعنی اصلا یه بارسلونای دیگه میبینی یه باخت کلا. دادیم، به کی دادیم؟ یه باخت همون اول به موناکو دادیم، آها اونم اونم دیدم. اخراج دادیم. اونم دیدم. آره اخراج مسخره دادیم و خب اونجوری شدش بازی. و بقیه رو همه رو بردیم دیگه، همه رو بردیم و خیلی هم خوب بازی کردم فعلا تو واقعا جلو اروپا همه. شما و لیورپول فقط آره خیالتون راحته دیگه، بقیه آره همه دیگه ما میدونیم که میریم مستقیم. حداقل اینش که یه بازی اضافه تو چمپیونز لیگ نباید بکنیم خیلی خوبه. دو پلی تا آف نباید بازی کنیم. پلی دوتا پلی آف آره رفت و دوتا برگشت. بازی اضافه و دوتا بازی اضافه سخت. آره دیگه به هر تو تیمی مثلا تو بخوری پلی آف سخته. بازی سخته، دهنت آسفالت میشه. و آره دیگه این وضعیت بارسلونا اینجوریه. من فکر نمی کنم این فصل به عنوان یه طرفدار بارسلونا ما بتونیم لیگ بگیریم. جام حذفی و چمپیونز لیگ رو روش حساب میکنن، احتمال زیاد بتونیم یکیشون رو بگیریم، شاید هم دوتاشون رو بتونیم بگیریم، ولی لیگو اصلا، چون که بازیکن لازم داره، عمق لازم داره این ترکیب. تو جای رافینیا هیچ کیو نداری بذاری، جای لواندوفسکی هیچ کیو نداری بذاری، جای لامین یامال هیچ کیو نداری بذاری، بعد جای کونده که دفاع راستمونه هیچ کیو نداری بذاری، جای بالده که دفاع چپمونه یه جرارد مارتینه که اصلا واقعا یارو داغونه خودش. اصلا بعد به اون خط دفاعی تو نمیتونی دست بزنی چون که اینا با هم دیگه لاین تشکیل میدن، آره آفساید میگیرن. هماهنگی خیلی خیلی مهمه. هماهنگن. آره خیلی هماهنگ. حالا تنها بردمون این فصل الان از این چیزا که گذاشتیم بعد از سال جدیده برگشتن آراوخوه که حالا کمک میکنه به اینکه خب مارتینز و کوبارسی یه مقدار بیشتر بتونن استراحت کنن، بین اینا چنج کنن و خب تو خط دفاع یه ذره خب مثلا استیبل تر میشه قضیه. ولی بقیه هافکمون بد نیست، پره، ولی بازیکن کلیدی داره هافک هم دیگه. پدری اصلا یه لول دیگه فوتبال بازی میکنه، اصلا یه جور عجیب غریبی و اصلا جایگزین نداره. و خب بقیه حالا میتونی با هم دیگه عوضشون کنی، ببینید چیکار میتونی بکنی. همه تیم‌ها این همینه. وضعیت همه تیم‌ها به همین هم اوضاع کثافت ام دوچار شدن که ام آره امسال کلا همه تیم‌ها چون انقدر تعداد بازی‌ها بازی‌ها خیلی زیاد زیاد شده. شده همه مشکل دارن و همه نیازمند اینن که آقا 2 تا ترکیب خوب داشته باشن یه و تیم به هیچکی نداره. یه تیم به مشکل نخورده و اونم یه تیم به مشکل نخورده و اونم تیمیه که فصل پیش مسخرهشون میکردیم، یادته با هم نشستیم مسخرهشون کیا میکردیم. چلسی میگفتیم انگار رفته سوپرمارکت، هر کی دم دستش میاد داره میخره، این چه وضعیتیه، اصلا اینا فوتبال حالیشون نیست. اونا برای فصل پیش خرید نمیکردن، برای این فصل و فصل بعدی دقیقا خرید میکردن. آره دقیقا آره اینجوری بود دیگه که کلی میم بودش که مثلا رختکن چلسی کلی آدمه، نمیدونم 40 تا وسط بازیکن زمین دارن. کلی خیلی بازیکن دارن و آره واقعا ولی خوب بودن این فصل، ولی اونجوری هم نبودن حالا یعنی اینا مشکل بازیکن ندارن ولی مشکلات دیگه ای دارن، خدا رو شکر، اینا که دامینیت میکردن هنوز به اون اروپا رو. سطح بالایی بالا نرسیدن ولی خب تو لیگ جزیره سوم هم هستن، از توقعات خیلی بهترن دیگه، خصوصا اینکه سرمربی عوض کردن.
کسی آوردن که هنوز تجربه سرمربیگری تو سطح بالا نداشته دیگه. مارسکا فقط فصل قبل لستر رو قهرمان کرد، تو چمپیونشیپ قهرمان شدن، خوبه اوکی الان، ولی داره کیفیت خیلی خوبی نشون میده. و خب آره به نظرم کم کم همه تیم ها میرن سمت این که تعداد بازیکناشون رو به جای اینکه حدود 20 الی 25 نفر نگه دارن، اینو ببرن نزدیک به 30 نفرش کنن. چون تو قطعا در طول هر فصل حداقل برای هر بازی 3-4 تا مصدوم داری با این اوضاعی که در پیش میره. یووه که خیلی عجیب بود، یووه توی یه سری از بازی‌ها ما 14 تا بازیکن پلیر داشتیم، 3 تا دروازه‌بان که هیچی، یعنی ما یه کلا 4 ترکیب تا داشتیم بفرستید تو زمین. ما 4 تا تعویضی داشتیم که از این 14 نفر مثلا فکر کنم شاید 6-7 تاشون زیر 23 سالن. حالا بازیکن‌های ترکیب اصلی مونن ها، کلا ترکیب اصلی جوون شده، ولی خب دیگه خیلی دست متا بسته است. این آدم مثلا اگه 4 تا بازیکن بیشتر داشت، من احتمال میدم تعداد برداش حداقل 2-3 تا بیشتر بود و اوضاعش تو جدول خیلی بهتر. خرید هم کم نکردیم ولی مصدومیت‌ها هی همشون رو میگرفتن. همه تیم‌ها به هم مشکل خوردن. الان سیتی هم آقا، سیتی چه اوضاعی داره؟ سیتی همش به خاطر رودریه، تو فکر میکنی؟ خیلیش به خاطر رودری، خیلی مثلا چند درصد؟ مثلا بالای 50% واسه رودریه، 60-70% من احساس می‌کنم به خاطر نبود رودریه. دی بروین افت کرده قبول دارم، مثلا گوندوغانه اونقدر در سطحی که باید بازی نمیکنه قبول دارم. خط دفاعیشون هم مصدوم کم نداشتن، اون هم درست، ولی باگ اساسی ترکیب سیتی تو هافبک دفاعی. رودری خیلی مهره ارزشمندی بود و مصدومیتش داره به همه دنیا نشون میده که اوکی این آدم تقریبا ارزش این رو داشت که توپ طلا بگیره، چون ضد حملات رو این خنثی میکرد و حالا نیست. الان سیتی همش رو ضد حمله گل میخوره، ریتم بازی هجومیشون رو این شکل میداد که الان نیست. اصلا سیتی توپ رو نگه میداره ها، ولی دیگه اون زیبایی بازی مشهود نیست تو بازیشون. موقعیت سازیشون هم اونجوری نیست. رودری میگم هافبک دفاعی خوب، ببین اصلا لامصب خیلی مهره مهمی. خیلی تو ستون فقرات تیم. رودری چیز میکرد دیگه، رودری آخه مثلا قشنگ یه چیزی بودش، مثلا یه حال برگ برنده متفاوتی بود، چون مثلا آقا میخوردن به تیمی که دفاعی بازی میکرد، مثلا بلاک سنگین میچید دفاع زیاد که تو نتونی موقعیت سازی کنی، اینو پشت محوطه میدادن، رودری میشوتید زارت میزد کنجه دروازه. یعنی مثلا هم توی تخریب بازی حریف، هم توی موقعیت سازی، هم توی فلو کلی تیم که آقا مثلا تیم جریان بازی رو درست کنه، همین که تو پشت محوطه یه توپخونه داری، پاس میدی سرق میزنه مثلا کجا دروازه، خب خیلی واقعا جایگیریش خیلی تاثیرگذار بود تو بازی پپ. ببین این کالوین فیلیپس بنده خدا تو سیتی بود، کلا چندین تا هافبک دفاعی اومدن تو سیتی، همه تست شدن و ملت اینجوری بودن که نه اینا کیفیت ندارن، اینا بازیکنهای خوبی نیستن، ولی بنده خدا اینا بازیکنهای بدی نبودن، در قیاس با بازیکن بزرگی قرار میگرفتن. تو کالوین فیلیپس رو میفرستادی تو زمین، توقع داشتی ازش که اوکی تو باید رودری رو در بیاری و خب نمیتونه یارو. من الان نمیدونم که سیتی میخواد چیکار کنه، کیو میخواد بگیره. چندین تا هافبک بهشون لینک شدن ولی کی میتونه جایگزین رودری بشه؟ هافبک دفاعی خوب کی داریم الان واقعا؟ زوبیمندی هست، دکلان رای. زوبیمندی کجاست؟ ناپولیه؟ نه سوسییداد فکر کنم. سوسییداده؟ آره تیم ملی اسپانیا هم هست. آره تیم ملی اسپانیا هم که هست. فابیان هم خوب بود توی چیز پاریس یورو. آره حالا پاریس اونقدر چیزه نمیدونم، بعد دنبال نمیکنم پاریسو که ببینم آره. چه جوری یارو بازی بیشتر فاز 8 دیگه، اون درگیر هافبک شوندگی دفاعی اونجوری نیست، درگیر شوندگی و فیزیک رودری رو نداره. زوبیمندی هم همینه، زوبیمندی البته درگیر شونده هست ولی فیزیک رودری رو نداره، قدش کوتاه‌تره، اونقدر فیزیکی نیست. مثلا دکلان رایس شاید که شاید بهش بگیم نزدیک به رودری باشه که نمیده آرسنال، نمیشه، دست نمیتونن بهش بزنن. یارو
خیلی مهره واقعا نمیدونم میخوان چی کار کنن. سیتی میخواد چه کنه، چون تا آخر فصل هم رودری نیست فکر کنم، اونم ربات داد بنده خدا. آره تا آخر فصل نیستش. من اسم میکنم نمیدونم شاید آخر این فصل گواردیولا بره، یعنی اینجوری که زیر فشاره خیلی و بنده خدا رو همینجوری تحت داره فشار گذاشتن دیگه، خودشو زده بود، علنا با خودش رو خیلی زده بود. خیلی زیر احساس فشاره میکنم بعد بین دو نیمه رفته بود وایساده بود مشت کشیده بود تو سر و صورت خودش که لامصب این چه طرز بازیه. و چیزه و تو تازه الان متوجه میشی که پریمیر لیگ چه بلایی میتونه سر مربیا بیاره که اینجوری میشه. خب یارو یه عمر داشته نتیجه میگرفته و همه میگفتن خب داره نتیجه میگیره، بازیکن داره، فلانه بهمانه، هزینه میکنه اینا، ولی واقعیت این هم که تو هر چقدر بازیکن داشته باشی، هر چقدر نمیدونم هزینه کنی و اینا، که بتونی یه تیم خوب تشکیل بدی و توی پریمیر لیگ اینجوری رقابت کنی که هر سال تو مدعی قهرمانی باشی، توی لیگی که مثلا 6 7 تا تیمی هستن که در کلاس یک فوتبال اروپا بازی میکنن. اینجوری باید بگیم که توی پریمیر لیگ 20 تا تیم هستن که در حد تیم‌های یک اروپا خرج میکنن. خرجشون که خرج آره دیگه خیلی اصلا عجیب آخه بر غریبه. صورت خرج فکر می‌کنم خیلی مهمه دیگه، تو باید پول بدی که بازیکن خوب بگیری و همه این 20 تا تیم میری نگاه می‌کنی می‌بینی توی فصل‌های اخیر همه بالای 100 150 میلیون خرج خرید بازیکن کردن. بابا رئال و بارسا و یووه و این تیم‌ها هم نمیتونن هر فصل 100 150 میلیون خصوصا که مثلا فروش بزرگی هم ندارن این تیم‌ها. آره فروش درآمدزاییشون خیلی خوبه، چون هزینه که پخششون دیگه، پخش هزینه تلویزیون. پخششون، بلیتاشون تقریبا 2-3 برابر همه دنیای قیمتاش، بلیتای استادیومشون. بعد مثلا جالب اینه که تیم 20م جایزه‌ای که میگیره بیشتر از تیم دوم لالیگا. از تیم دوم سری آ بالاتره، دوم سوم سری آ. آره خیلی اختلافه. آقا تیم 20م تو بیشتر از تیم دوم مثلا لالیگا و سری آ اینا مگه مثلا کم لیگی ان؟ خیلی آره. اصلا لیگ خفنیه دیگه آقا. و آره دیگه به خاطر چیز دیگه اصلا یه پول زیادیه میچرخه تو پرمیر مثلا لیگ، سوپر لیگ به برای همین همین دلیل به وجود اومد. سوپر لیگ رو این تیما به وجود آوردن که آقا من قدرت خریدم از ناتینگهام فارست کمتر نباشه دیگه، منی که قهرمان آره اروپا میشم نباید جایزم از تیم 17 اونا کمتر باشه. آره دیگه واقعا خیلی چیز بود دیگه واسه الان فکر مخصوصا می‌کنم واسه رئال و بارسلون و اینا و توی اون دوره کرونا کووید عجیب آره. غریب همه مشکل داشتن دیگه و الان هم داره دهنشون سرویس میشه دیگه. بارسلونا مثلا بعد چند سال تازه برگشته به اون قانون 1-1 و تقریبا هر چی داشت و نداشته رو فروخته. آیندهش فروخته. آیندهش فروخته، چند سال آینده رو فروخته، تونسته برگرده به این قانون که حالا بارسلونا خب زمان بارتومئو واقعا یارو باشگاه رو با سر زد زمین، یعنی آره. دهن باشگاه رو سرویس کردش و خب قضیهش خیلی فرق میکنه با بقیه تیم‌ها. مثلا خب پرز تونست منیج کنه رئال مادرید و مثلا مشکل چیزی پیدا نکنه و همچنان با منیج کردنش جام بیاره، یعنی اینجوری نبود که بگی آقا من منیج کردم هیچی هم تیمش جام خیلی نیاوردم. جوان‌تر بود، تیم آره جوان‌تری تیمش ساخته هم بود. یعنی تیم جوان‌تری ساخته بود که الان خب خیلی هاشون بزرگ شدن چیز کردن و همین کار رو تقریبا بارسلونا داره میکنه. با یکی دو سال تأخیر، با... دو سه سال تأخیر. آره دیگه دوباره نباید بیفته توی بازار مثلا خرید الکی بکنه از رو. مثلا حس میکنم عین این مدل‌ها که مثلا تو میشینی حوصله‌ات سر رفته مثلا از دیجی کالا اینا یه چیزی بخرم یه چرت و پرت یه پولی اومده دستم. مثلا قبلا خیلی اینجوری خرید میگم میکرد پول رو دیگه. کجا بزنم. آره دیگه دقیقا پولا رو نباید به گاف بزنه چون که چیز دیگه الان داره لاماسیا بازیکن میاره و چقدر اوکی خوب. مثلا این آقا خبرش این اومده بود که هالند رو میخوان دنبال کنن. اینک اولا که کاملا مشخص چرته، شما که میرین یه دونه اولمو میخرین بعد نمیذارن همینو ثبت کنین، بعد میخوای برین مثلا هالند رو آره بگیرین. اینا چرت و پرته. خبر چیزش این یارو گیوکرشش خیلی چیزه که بارسلونا میگفتن دنبال اونم هستش، ولی اونم دوباره انقدر یارو گنده شده 70 که 80 تا پولش هست.
یه چیز ارزونی نیست که بهش ولی خریدن خیلی هم و بازیکن عجیبیه. بازیکن خوبیه. من هایلایتاشو داشتم میدیدم، منو یاد سوارز میندازه، مدل بازی کردنش و استایلش، یه استایل پری داره. خیلی بعد قولتره ها، آره قولتر از حدود سوارزه. 190 هست قدش. آره گولتر و گندتر به مدل استایل حرکت کردنش و نمیدونم مثلا همه چی رو تا 100 میره دنبالش، توپو میندازه میدوه دنبالش. مثلا سوارز این کارا میکرد دیگه، توپو مینداخت اوت شد نرو ولش کن، میرفت دنبالش توپو میگرفت اما گوشه میکرد تو گل. یعنی مثلا این کارا که اینجوری میکردش، این کاراش خیلی چیزه. و مدل تکنیکش هم خیلی شبیه به سوارز، یعنی ولی سوارز نه خیلی هم تکنیکی تکنیک بهتری داشت سوارز مثلا. آره، ولی خب باز تو هیچ وقت نمیگفتی سوارز بازیکن تکنیکیه، مثلا نمیگفتی آره مثلا مدل برزیلی تکنیکی اینجوریه، با اینکه یارو تکنیکی بود واقعا، ولی استایلش یه جوری بود که فکر میکردی که مثلا چیز نیست، شاید اونجوری مثلا تکنیکی اونجوری نباشه. و خیلی بازیکن خفنیه و صحبت دارم میکنن شاید بتونن، چون که ما که خب لواندوفسکی رو داریم فایده ای نداره و نیاز داریم به مهاجم و اگه بتونن بگیرنش اون خرید درستیه، نیم فصل واقعا که خرید به نظرم درستیه کلا فکرش رو از سرت بیرون کن. و هم دنبالشن آخه. داره خیلی احتمالا ریت تابستون سختیه. حدود 100-120 میلیونی به یه تیمی فروخت. آره همه دنبالشن. آقا این ناتینگام فارست چرا دومه؟ بله. اونم کسی نمیدونه که چی شد که اینجوری شد. خودشون هم نمیدونن. برای اولین بار تو تاریخشون 5 تا بازی متوالی رو تو لیگ برتر بردن توی هر ماهی که گذشت. تو 5 تا تاریخشون بازی رو بردن آره، متوالی. و بقیه تیمای بالا هم خوب نتیجه نگرفتن. آره خیلی عجیبه. یعنی به نظرم بیشترین صحبت ها تو لیگ جزیره حول 3 تا چیز میچرخه. یکی این که لیورپول چقدر خفنه، این همه از فصل گذشته همه فکر کنم کلا یه دونه باخت دادن این فصل، تا این تو لیگ جزیره که یه دونه دادن، توی لیگ قهرمانان هم باخت نداشتن، فکر کنم فقط اون یه دونه. و اون باخت به کی بوده؟ به ناتینگهام فارست. بله این نشون میده ناتینگهام فارست چه تیم خوبیه آره واقعا. واقعا. نونو اسپریتو سانتو که خیلی خوب بود، یه بازی تو وولفز خیلی خوب بود. بعد وولفز با خودش گفتش که من بزرگتر از اینم، من میتونم بهتر از این نتیجه بگیرم، من بازیکن‌های خوبی دارم. نونو هم یه فصل تقریبا خوب نتیجه نمیگیره، فکر کنم 17 و 18 جدول بودن. نونو رو انداختن بیرون، حالا اون فصل موندن تو لیگ جزیره و فکر کنم با نونو هم میموندن. ولی الان برگشته دوباره با همون ترکیب 3-4-3-3-5-2 داره بازی میکنه. الان دست تو ناتینگهام دستش به نسبت بازتر از اون وولفز. خیلی خرید کردن دیگه، این ناتینگهام جزو اون تیمایی بود که میرفت فله‌ای بازیکن میخرید. 2-3 فصل پیش که اومدن لیگ جزیره یهویی یه چیزی نزدیک 15 تا بازیکن جدید خریدن. 15 تا بازیکن خوب پول دارن که بازیکن بخرن. آره دیگه. و از اون موقع هم خرید کردنشون متوقف نشد، یعنی هر فصل داره حداقل 4-5 تا بازیکن به اینا اضافه میکنه. یه مالک یونانی دارن، اوانجلوس ماریناکیس. این هم مالک اولمپیاکو یونانه، هم مالک ناتینگهام فارسته. و خب کلا دست و دلواز بزرگوار همینجوری خرج میکنه. نه دیگه برای بچه ناتینگهام فارست رابین هود و اینا. آره بخواد بیارتشون چمپیونز لیگ اینا دوباره قهرمانشون کنه. آره به یاد دوران برایان کلاپ. ولی چیز دیگه اینا نمیدونم، این رابین هود و اینا فکر کنم جیب پولا رو زدن بازیکن خریدن، الان اومدن دوم جدول. صحبت دیگه ای هم که توی لیگ جزیره هست که همین اوضاع سیتیه. بقیه چیزا نمیشه بگیم که خیلی معمولیه، ولی خب خیلی هم چیز عجیبی اتفاق نیفتاده. حالا آرسنال همون دوربر بالا داره میچرخه، چلسی دوربر بالا داره میچرخه، یونایتد که اوضاع مناسبی نداره و 3 تا تیمی هم که تازه صعود کردن همه کاندید سقوطن. آره همه اونا واقعا وضعشون خوب نیست. یونایتد
یونایتد واقعا مثلا طرفداراش میترسن از اینکه شاید سقوط بکنن، ولی فکر نکنم. نه فکر نکنم. به سقوط نمیرسن. نه به سقوط نمیرسن. یعنی امروز هم بازی که کردن نشون دادن که اونقدر بعضیشون خراب نیست. آموریم خیلی کارش سخته، خیلی دهنش آسفالت میشه، خصوصا که اگه باهاش تعطیلات بین دو فصل، بین نیم فصل هم ندارن دیگه. یعنی بقیه لیگا حالا یه بازی تعطیلن، دهنش آسفالت میشه. اگه پشتش باشم مالکا میتونه تیم خوبی باشه بسازه، ولی چیز داره، نیاز به هزینه کردن داره. آقا از تالنتاتون برامون بگیم ببینیم کیا نیم فصل و فصل آینده به نظرت خریدای گنده‌ای میشن برای تیم‌های دیگه. آقا یکیش که خب همون گیوکرشه. گیوکرشو گفتیم، یکی دیگه هم هست که خیلی عجیب غریبه و کمتر از گیوکرش راجبش صحبت میشه، هرچند باز هم میبینیمش توی پیجا و اینا، ولی عمر مرموش هم وینگ بازی میکنه هم نوک، ولی بیشتر نوک بازی میکنه. آمارش رو برات بگم تو نیم فصل: 24 تا بازی کرده، 18 تا گل، 12 تا پاس گل تو بوندسلیگا دیگه. تو بوندسلیگا. تو الان آقای گله فکر کنم که این ازش جلوتره. بوندسلیگا. کین هم خیلی گل زده داره، ولی خیلی آمار خفنی داره. بابا آمارش در حد فیفاست. چند سالشه؟ 24 سال. هریکین 14 تا زده توی بوندسلیگا، مرموش 13. یه گل اختلاف داره از هریکین. هریکینی که توی چیز اونجوری هم گل میزنه. یارو واقعا آمارش خفنه. کسی دنبالش هست؟ همه دنبالشن. همه دنبالش. واقعا یکی از گزینه‌هاییه که شاید نیم فصل جابجا بشه. بقیه مهاجمای بزرگ نمیدونم، مثلا زیرکسی و کولوموانی و اینها هم جابجا خواهند شد احتمال قوی توی نیم فصل، ولی مهاجمی که روی فرم باشه و بشه باشگاهش رو راضی کرد فکر می‌کنم فقط همینه. آمار خارق العاده است. کلا اینکه یه بازیکنی بتونه آمار مثبت بیش از یک گل، بیش از یه دونه تاثیر روی گل، حالا گل یا پاس گل، تو هر بازی داشته باشه، خب این خیلی بازیکن نخبه‌ایه دیگه در حال حاضر. و این عمر مرموش الان این چنین اوضاعی داره، گیوکرش هم چنین اوضاعی داره. گیوکرش هم این فصل تا الان 28 تا بازی کرده، 30 تا گل زده و 6 تا پاس گل. گیوکرش خیلی آمارش عجیب غریبه. حالا لیگی که بازی میکنه میگی شاید اونقدر لیگ خفنی نیست. و یه چیزی که هست، آموریم که رفته از تیم اینا افت کرده، بعدشون خیلی بده و احتمال زیاد مثلا گیوکرش هم خیلی اینجوری که آقا من پاشم برم دیگه اینجا مثلا، چون که محتمل هست، ولی باید میدونم نیم فصل بفروشنش، مگر اینکه مثلا یه تیمی بیاد بگه آقا من الان 80 میلیون 90 میلیون 100 میلیون آماده دارم میدم، که فکر میکنم هیچ تیمی نداره. هیچ تیمی هم الان اونقدر دنبال مهاجم نوک نیست که بره این هزینه گنده رو بکنه. شاید سیتی نیم فصل مثلا 100 120 150 میلیون خرج کنه، ولی نوک نمیخواد. نوک نمیخواد. داره. به نظر من ما باید بخریم. بارسلونا باید بخریمش بذاریمش کنار اولمو. ببین الان میتونیم چیز کنیم ما. خب آخه چون به یک برگشتیم چجوریه؟ چرا اولمو رو الان نمیتونین ثبت کنین؟ خب اولمو که مال خودتونه دیگه. فکر کنم یه بازیکن جدید میخواد ثبت کنه. اولمو ددلاین داشته. خب و اینم من دقیقاً نمیفهمم که مثلا چرا اولمو ددلاین داشته. یعنی مثلا من اینو نمیفهمم الان بشه نیم فصل ما چرا نمیتونیم شده دیگه ثبت کنیم. خب نقل و انتقالات شده مثلا ما نمیتونیم ثبت کنیم. این خیلی عجیبه که فکر کنم به این قضایاست که چه میدونم نیم فصل بازی کرده و نمیدونم اینا تحت یه شرایطی به خاطر اینکه خب کریستیانسن و اینا مصدوم بودن و یه مثلا یه قضیه‌ای داشتن که گذاشتن که گفتن اون موقع این بازی کنه، در صورتی که شما تا این موقع تا این ددلاین ثبتش کنی. خب و این که گذشته مثل این که این قضیه پریده دیگه ناراحت شدن. آره دیگه RFEF گفته نه ددلاین رو نرسوندین و اینا دیگه نمیذاریم. آره این فصل نمیتونید ثبت کنید. و الان که به یک برگشته میتونه خرید جدید داشته باشه و میتونه بازیکن ثبت کنه بارسلونا. خب ولی
اولمو پاو ویکتور رو نمیتونه، چون از اول فصل مثل اینکه تحت یه شرایطی، تحت یه قراردادی اینا رو آورده بازی داده و مثلا قرارداد مثل که واسه این فصل بوده و خب تا آخر این فصل اون قضیه وجود داره و وقتی فصل تموم بشه میتونن دوباره قرارداد جدید برای اینا مثل اینکه ثبت کنن. اونو نمیتونن چیز کنن که مثلا دوباره بخوان قرارداد جدید همین فصل برای اونا ثبت کنن و برای همین میتونه بازیکن جدید بخره ولی پول نداره الان، واقعا پول نداره که مثلا 100 میلیون بخواد گیوکرش بخره. و دیگه کی هستش که فکر میکنی ترانسفر بشه؟ یعنی احتمالش این فصل یا فصل بعد دیگه کسی هستش که فکر میکنی؟ ببین امبومو برنتفورد هم که خیلی خوب بوده. آره برنتفورد 13 تا گل داده، 4 تا پاس گل داده. امبومو بازیکن خفنیه کلا. من تو فیفا قبلی تو کریر خریدمش، پیشرفتم میکنه، گلم میزنه، خیلی بازیکن خوبه، خیلی بازیکن سریع و خوبیه. ایساک مثلا خبرش میاد که آرسنال دنبالشه، ولی از نیوکاسل بازیکن کندن کار ساده ای نیست. آره نیوکاسل آخه نیوکاسل هم وضعش خوبه، ایساک هم داره واسهشون خوب گل میزنه، آره پولم داره، مشکلی نداره، واقعا فکر نکنم به این راحتی بفروشتش. چی هافک مافک خوب چیزی ندارین تو دست؟ خریداری یا میخوای فقط قیمت بگیری؟ من فعلا قیمت میگیرم. یه دونه تام بیشاف هست مال فکر کنم هافنهایم. آره مال هافنهایم. این بازیکن جوون خوبیه و قراردادش هم تا آخر فصله، 19 سالشه، قراردادش هم تا آخر فصله. این مثلا اخبارش بود که بایرن خیلی دنبالشه، مشابه همیشه که هر استعدادی توی بوندسلیگا هست، هر استعدادی آره در بوندسلیگا سریع بایرن بو میکشه. آره. این مثلا یووه هم اخبارش بود که دنبالش هست و اینا و خب ممکنه که نیم فصل جابجا بشه، چون احتمالاً با قیمت اندکی جابجا خواهد شد اگه بشه 5 میلیون اینا. نمیدونم، احساس می‌کنم که نیم فصلیه که خیلی نقل و انتقالات به نسبت نیم فصل‌های قبلی زیاده. همه تیم‌ها به این مشکل خوردن که آقا ما بازیکن کم داریم، ولی از اون طرف همه تیم‌ها پول هم ندارن. یووه الان میگه که آقا من میخوام حداقل 3 تا بازیکن بگیرم، بعد بهش بگی خب چقدر پول داری؟ میگه نمیدونم، بذار ببینم پول خورده تجربه بشم ببینم چقدر مونده. یعنی مثلا یووه میگه آقا بذار من 2 تا بازیکن بفروشم بعد برم بازیکن بخرم. خب دوباره یکی باید باشه که یه پولی بده بابت خرید این بازیکن‌ها، کسی نیست. خیلی همه چیز گره خورده. شاید یه تیمی مثلا مثل سیتی اگه خرید بزرگ بکنه بتونه این گره رو بازش کنه. ولی بقیه تیم‌ها همه چیزن دیگه، همه مشکل چیز دارن و قضیه اینه که باید فروش داشته باشن که بخوان خرید کنن. اصلا یه باگی هم که هست همین که گفتیم همه تیم‌ها میخوان خودشونو برسونن به مرز 30 تا بازیکن داشتن. مگه چقدر بازیکن سطح بالا هست تو دنیا؟ تو وقتی که مثلا 40 تا باشگاه بخوان برسن به 30 بازیکن میشه 1200 تا بازیکن. 1200 تا بازیکن سطح بالا داریم؟ نه، ولی 40 تا تیم داریم که میخوان 30 تا بازیکن داشته باشن دیگه. تیمایی که دارن تو چمپیونز بازی میکنن 36 تا. حالا تیم‌های بزرگ لیگ اروپا و کنفرانس هم که بذاری روش اینا میشن 40 تا، به راحتی از 40 تا رد میشن. دوباره این عربستان و MLS و اینا هم دارن اضافه میشن که اینا هم باز دارن بازیکن میکنن از اروپا. و باگی که الان خیلی بازیکن چیز مثلا بازیکنی که واقعا مثلا ژائو کانسلو هنوز باید بازی میکنه به نظر من تو اروپا داره مثلا توی چیز بازی میکنه. مثلا بازیکن دیگه روبن نویس آره خیلی زیادن. روبن نویس رو ما می‌خواستیم، یارو بلند شد رفت عربستان مثلا. آره دیگه، ولی شما اینجوری در نظر بگید که تو عربستان داره سالی 20 میلیون یورو درآمد کسب میکنه، با شما که کار میکرد اگه 5 سال باهاتون بازی میکرد 20 میلیون یورو دستش میگیره. شاید ناهار و شامشو میدادیم مثلا. فقط اونم شما باید وام میگرفتین با قرض و قول پول این بنده خدا رو میدادین. عربستان هم آره دیگه قشنگ این معادله چیز اروپا رو اینجوری به هم زده که بازیکناشون رو داره میگیره.
و آره قشنگ مشکل کمبود بازیکن و زیاد شدن بازی‌ها. مثلا الان این فرمت جدید چمپیونز لیگ خب دوباره اضافه کرده به حاجی بازی‌ها جام دیگه. باشگاه جهان هنوز اون بذار بیاد. جام باشگاه‌های جهان، آره اون خیلی بازی‌ها 7 تا بازی زیادش هم اصلا اون به اضافه وحشتناکه. میشه به تیم قهرمانش، حالا بقیه هم به نسبت کمتر و دیر هم شروع میشه. کل تابستون برای شاید یه ماه اینا میتونن استراحت کنن بازی کنن، کمتر 2 هفته. آره امسال تازه اولش چیزم بود، المپیک هم بود. الان مثلا خیلی بازیکنایی که تو المپیک بازی کردن واسه تیمشون رفتن، خب مثلا دیر شروع کردن فصل و مثلا هنوز دارن کچاپ میکنن. الان مثلا فرمین لوپز همین جوریه تو بارسلونا. یارو مثلا پرفورمنس خفنی داشت تو یورو اونقدی بازی نکرد ولی بد نبود، همون دقایق کمی که بازی کرد. تو المپیک که خب ستاره المپیک بود، مثلا طلا رو آره. گرفت با اسپانیا. و خب انقدر فصل ولی با بارسلونا دیر شروع کرد، انقدر خط هافک پره که وقت نمیکنه به بازی بگیره، یعنی مثلا تایم بازی بگیره، هنوز داره کچاپ میکنه با تیم. و مثلا اصلا فرمین لوپزی که فصل پیش اون آمار عجیب غریب و اون همه گل زد و پاس گل داد، این فصل فعلا ما ندیدیم، یعنی هیچ چیز ازش ندیدیم. بازیکنی که باید برسه دیگه. بدنسازی اول فصل رو از دست میده خیلی میده هم که سخت میشه دیگه. که خودش رو برسونه دوباره، خیلی سخت براش. ما هم چندین تا از بازیکنایی که خصوصا اینایی که جدید گرفتیم همینن دیگه. نیکو گونزالز تو فیورنتینا داشت پافشاری میکرد که آقا من میخوام برم یووه و تو تمرینات اونقدر حضور نداشت. کوپ مینرز که اصلا رفت، خیلی عجیب بود، کوپ مینرز رفت گواهی پزشک آورد که آقا من الان از نظر روحی و روانی توانایی تمرین توشه، شرکت تو تمرینات رو نداره. بعد فرداش پا شد اومد یووه خوشحال و خندان بوده رفت تو زمین چمن غلط میزد. تیم آتالانتا روح اینجوری بود که روحیت این بود. آره دیگه، هدفش تو زندگی واسه یووه بازی کردن بوده. از نظر روی روانی درست شده. آقا این خیلی داره طولانی میشه این پادکست رو. چیزو به من بگو در موردش صحبت کنیم، بعد دیگه این آخریش باشه که تمامش کنیم. به نظرت این فرمت جدید چمپیونز لیگ چجوریه؟ خیلی جالبه، منظرم جالب تر از قبل. با وجود اینکه خیلی ملت بهش انتقاد میکنن تعداد بازی‌ها بیشتر میشه، بعضی از تیم‌ها ممکن 4 تا بازی بیشتر بکنن، ولی تنوع بازی‌ها خیلی عجیب غریب زیاده. قبل بنظرم تا سال پیش دور گروهی رو کمتر کسی نگاه میکرد. یعنی میومد سه شنبه چهارشنبه ای که چمپیونز لیگ بود و تو میگفتی حالا من نهایتا یه دون بازی تیم خودم رو ببینم، اونم چون مثلا با چیز فلان اسلواکی بخواد بازی کنه، دیدم ندیدم هم مهم نیست. ولی الان 8 تا بازیه، نمیشه بگیم همه بازی ها سطح بالا، چون بر صورت تو داری 36 تا تیم میاری. اگه این 36 تا تیم رو آزاد میذاشتی که از همه لیگ های اروپا بیان، احتمالا خیلی هاشون از 5 لیگ معتبر میشدن و سطح مسابقات خیلی بالاتر میاد. ولی خب اون نیازمند برگزار کردن ان تا بازی مقدماتیه که اصلا ممکن نیست. برای همین مثلا تیمایی مثل اسلوان بریتاسلاوا و براتیسلاوا و اینا میان که نتونستن اونجوری که باید شاید نتیجه بگیرن، ولی خب خیلی جالبتر شده. رقابته هم تا به اون نظر لحظه منم پایانی ادامه آره. داره. آره به نظر منم خیلی جالبتر شد. چون میام مثلا من خاطرم از مرحله گروهی همیشه اینه که تو مرحله گروهی تیمای گنده قشنگ میان این تیمای کوچیک رو اسپنک میکنن، تق تق دامینیت تق تق میکنه. تق تق تق. آره و مثلا اول و دوم معمولا صعود میکنن تیمای بزرگ هر گروه، یعنی سرگروه ها معمولا صعود میکنن، مگه اینکه یه گروه خیلی گروه عجیب و چالشی بشه. خب مثلا تو سید بندی ها یه جوری باشه که یه تیم بزرگی فصل پیش آره بد بوده بیاد تو سیدای پایین تا مثلا گروه ها اینجوری بشه. وگرنه یه چیزی بود که یعنی همیشه این قضیه داشت تکرار میشد، یعنی مثلا تو گروه اینجوری بود که تیم‌های گنده اول و دوم صعود میکردن و بعد میرفتیم تازه مرحله بعد تازه جذاب میشد. ولی الان هر بازی من حس میکنم قشنگ همه بازیات اینجوریه که تو باید از این بازی امتیاز بگیری، باید بیای این بازی رو خوب بازی کنی ببری، چون که با بقیه همه 36 تا تیم تو رقابتی، فقط با 4 تا تیم با 3 تا تیم دیگه توی گروه تو رقابت نیستی، با همه با هم تو رقابتی و تو نمیدونی بقیه مثلا چجوری نتیجه میگیرن چی میشه.
مخصوصا اولاش خیلی چیزه، تا اینکه مثلا به یه رتبه خوبی بخوای خودتو برسونی یه ذره خیالت راحت بشه، خب دهنت آسفالت بشه. و همین الان هم که حالا مثلا داره نزدیک آخراش میشه، اونایی که پایینن خب تیمای بزرگی هن که پایینن و دوست دارن برسن به اون بالا و همه تلاششون رو میکنن با تمام وجود که برسن به اون بالا، و اون تیمایی که اون بالا هم میخوان همون بالا بمونن، نمیخوان بیان پایین. و خب اونا هم باز دوباره تمام تلاششون میکنن و به نظر من همه بازی‌ها قشنگ اینجوری این قابلیت رو داره که هیجان انگیز باشه. و اصلا یه سری و تیم‌ها که قشنگ توقع نداشتیم هم دارن نتیجه میگیرن. الان توی 8 تا تیم اول لیل، برست و استون ویلا حضور دارن. لیل و برست که برست و من آره لیل و برستو که برست و من خیلی دوست نمی‌فهمم. برست خیلی تیم خوبیه. برست عالیه. ولی نمیفهمم دیگه. آره استون ویلا با امی مارتینز لامصب واقعا دروازه‌بان خفنیه و مثلا توی این بازی ها اصلا قشنگ تاثیرگذاره. بعد لیل این چیزه، جاناتان دیویدشون واقعا بازیکن خفنیه. اونم تو چمپیونز لیگ خیلی کلا بازیکن خوب داره. پرفورمنس خوبی داشت. یکی از بازیکنایی که به نظرم یا زمستون یا تابستون سال بعد جابجا میشه، حالا جاناتان دیوید که قطعی جابجا میشه چون قراردادش تموم میشه، همه تیم‌ها هم دنبالش هستن. یه بازیکن دیگه هم لیل داره به اسم ادون ژگرووا، وینگ. اون هم وینگر خیلی خوبیه، آمار خیلی خوبی داره. الان که اسم لیل رو آوردی یادم اومد. آره دیگه اینا چمپیونز لیگ به نظرم جذاب خوبه، ولی بازی اضافه کرده دیگه. بازی اضافه کرده دهن تیم‌ها رو آسفالت میکنه. این بازی اضافه کردن یه مقدار خسته میکنه تیم‌ها رو. اون ته ولی چمپیون خب اینا سه تا تیم هستن که یکیشون خیلی عجیبه. سه تا تیم هستن که هیچ امتیازی نیاوردن و یکی از این سه تا تیم لایپزیشه. لایپزیگ 6 تا بازی کرده، هر 6 تا رو باخته. لایپزیگ خیلی عجیبه خیلی عجیبه. که چه اتفاقی براش افتاده که تو اینجوری بوندسلیگا شده. هم تیم حالا خوبیه. درخشان نیستن ولی بدم نیستن، چهارم. ولی تو لیگ آره قهرمانان ولی خب شما باشون بازی نداشتین میگن نه؟ ما با لایپزیگ بازی ما نداشتیم. داشتیم. یووه بازی داشت، خیلی خوبن، خیلی خوب بازی میکنن، ولی مثلا با بدشانسی جلو یووه نتیجه نگرفتن. 2-1 باختن در صورتی که میتونستن ببرن بازی رو. خیلی هم بازیکن خوب داره. یه دونه اوپندا دارن، مهاجم نوکه که عالیه. هر تیمی اینو بخره مطمئن اوپندا آره بلژیکیه، ضرر نکرده. خیلی بازیکن خفنیه. سرعت خیلی بالا، دریبلینگ خیلی قوی، چشاش بازه، همه جای زمین میبینه، پاس میتونه بده. یه دون ششکو دارن که سبک بازیش هیبتی مثل هالنده ولی خیلی تکنیکی تره و این هم باز زلاتانیه یعنی. آره خیلی بازی چیز داره. فکر کنم از زلاتان سرعت بهتری داره، از هالند تکنیک بهتری داره و این خیلی میتونه کمکش کنه. بازیکن خیلی درخشانیه. اونم همین تابستون امسال هم کلی تیم‌ها دنبالش بودن، تا 60 میلیون حاضر بودن بابتش بدن، ولی قراردادش تمدید کرد. لایپزیگ گفت نه ما نگهش می‌داریم. احتمال میدم اگر که امسال نتونن نتیجه خیلی خوبی بگیرن، خصوصا اگه مثلا نتونن به چمپیون صعود کنن، از بین اوپندا و ششکو حتما یکی رو تابستون رد میکنن میره. یه دونه آنتونیو نوسا دارن، وینگ چپه که خب اینا دیگه در واقع همه جا بازیش میدن. اینا چون ترکیبشون فکر کنم معمولا 3-4-3 3-5-2 اینجوری‌ها بازی میکنن دیگه، مجبور میشن وینگا رو همه جا بازی بدن. اونم خیلی خوب بوده، آمار گلزنیش خصوصا نسبت به دقایق حضورش خیلی خوب بوده. فکر کنم حدود مثلا هر 70-80 دقیقه‌ای که بازی کرده یه تاثیرگذاری رو گل داشته. تو چمپیونز وضعیتشون عجیبه. تو چمپیونز خیلی عجیبه. دیگه صعود که نخواهند کرد. صعود نمی‌کنن نه دیگه، اصلا هیچ شانس صعودی ندارن. بقیه بازیایی که مونده رو به شکل بازی تدارکاتی احتمالاً بهش نگاه کنن، چون که واقعا چه چیزی داره براشون که بخوان انرژی بذارن روش، هیچ فایده‌ای نداره. شاید انرژیشون رو بذارن روی لیگ که حالا بالا بمونن و در ادامه چیز کنن. این قضیه که این قضیه یه ذره چیزه، اینکه تیمایی که از چمپیونز صعود نمیکنن به لیگ اروپا نمیرن الان دیگه،
باگ داره. مثلا من با کی حالا ببین مثلا هیچ وقت دیگه من فکر کنم سویا مثلا قهرمان لیگ اروپا نمیشه چون همیشه به چمپیونز میاد معمولا خب و اکثر مواقع به چمپیونز لیگ میاد. الان امسال بعد نیست، فصل پیش فکر کنم خیلی اوضاع مناسبی نداشت. الان نیست آره، این ولی فصل هم خیلی تیم‌های که چیزن آره. مخصوصا مثلا سویا نمیدونم والنسیا این تیم‌های اینجوری که میومدن از چمپیونز میافتادن تو لیگ اروپا میرفتن که لیگ اروپا رو میگرفتن. سویا چقدر اینجوری رفت لیگ اروپا گرفتش و خب چیز دیگه قشنگ اینجوریه که خب خیلی دیگه اون پدیده رو نمیبینی و از یه بابتی برای اون تیمایی که خب لیگ اروپا هستن خوبتره، چون که اینا میدونن آقا تا آخر تورنمنت ما برنامه‌مون چیه، با کیان بازی میکنیم، میریم جلو و مثلا قشنگ یه تورنمنت جدایی کاملا برای خودش و مثلا چیز خودشو داره. ولی خب اون وایلد کارتی که اون وسط بود دیگه نیست دیگه تو این قضیه دیگه و خب اینا یه هایی میفتن بیرون و دیگه میرن به کارشون و حالا باید ببینیم این قضیه چقدر حالا من یه تاثیر میذاره سوال، توی این که این میتونی کاتش کنی. تیمایی که تو پلی آف چمپیونز میبازن نمیرن لیگ اروپا؟ نه نمیرن، هیچکی نمیره. خب الان دیگه هیچکی نمیره لیگ اروپا. لیگ اروپا فرمت خودشو کاملا انگار داره و بعدش هم که خب لیگ کنفرانس دیگه بعدش هم لیگ کنفرانس و اصلا دیگه اینا به هم دیگه اتصالی ندارن انگار. چلسی که فکر کنم توی کنفرانس چیز کرده، همه رو نابود کرد، از دم تیغ گذرونده. قویه دیگه واقعا. بعد فکر کنم مثلا همین کول ترکونه. پالمر که خفن ترین بازیکنشونه اصلا بازی نکرده توی کنفرانس، حتی یک دقیقه هم کول بازی پالمر اصلا یک دقیقه هم مثلا بازی نکرده. استراحت کنه دیگه. آره همینه دیگه، کول تعداد پالمر بالای بازیکن باعث میشه که بازیکن آره چند تا تورنمنت خوب. حتی اصلا اگه تو چمپیونز لیگ بودی مجبور بودی کول پالمر تو بازی آره. بدی دیگه. نمی‌تونی بهترین بازیکن تیم تو بازی ندی واقعا. آخه اینا هم اینجوری هم بازیکن خفنی. تو 6 تا بازی 26 تا گل زدن، به طور میانی بیش از 4 گل تو هر بازی هستن. قشنگ دارن تجاوز میکنن به بقیه توی اون تورنمنت. تیما آخه خیلی اوضاع عجیبی دارن، یعنی یه سری از تیماشی که الان دارم نگاه میکنم مطمئنم که اصلا اسمشون رو تو نشنیدی. آره دیگه باید دیگه کنفرانس خدایی دیگه چیه واقعا. یه تیم از ارمنستان توشون هست، اسم یکی از پیامبرات، اسم چیه اسمش؟ FC نوح. آها نوح، آره نوح، اف سی نوح. شنیده بودم. لیگ چیزم لیگ اروپا ولی جذابه ها. لیگ اروپا جالبه. لیگ منچستر اروپا هم هست داره جون میکنه، یعنی امیدی که داره یه جامی ببره الان تو اونجا هستش دیگه. آره. منچستر مثلا امیدیم بتونه یه کاری بکنه یه جام بیاره. تاتنهام الان لیگ اروپاست و ازش خوب نیست، به اون تیکه اول نرسیده، نهمه. حالا اونا هم هنوز 2 تا توی بازی دارن دیگه، آره پلی آفیاست ولی خب 6 تا تیم هم اینجاست دیگه. ولی 2 تا بازی مساوی کردن و این باعث شده که آره و لاتزیو داره میتازه اونجا. آره. نابود کرده همه رو. اتلتیک بیلبائو اونم داره میتازه. بیلبائو هم بازیکنای خوبی داره دیگه، نیکو دو برادران ویلیامز، اینیاکی و نیکو. خوبیه، بازیکنای خوبی داره، واقعا تیم قویه واقعا. و چیت مربی آقا والورده به به مربی قوی. تو لالیگا هم که خدای چهارم والورده رو دیگه. آره والورده رو مسخره میکنم ولی خدای مربی خوبیه واقعا. آره. حتی کیک ستین هم مربی خوبی بود، اومد شد مربی شما، هرچند از گاوداری بلندش آورده. آره والورده واقعا مربی خوبیه و خب الان قشنگ با اتلتیکو هم خوب داره نتیجه میگیره. خب آقا فکر کنم امروز همه رو وقت چیز کردیم دیگه، همه رو کاور کردیم. وقت نمیشه فعلا واسه فوتبال ایران صحبت کنیم، یعنی خیلی چون که چیز بود دیگه، خیلی کامپکت فوتبال اروپامون زیاد بود، یه نیم فصل فوتبال اروپا داشتیم که باید در موردش حرف می‌زدیم. این قسمت هم خیلی طولانی شد.
قسمت بعدی احتمالاً چیز بشه. حالا مثلا خیلی صحبتامون خب مثلا چیز بشه دیگه، اگه ادامه دار باشه بتونیم هر هفته بگیریم، کوتاه‌تر و کامپکت‌تر میشه و خب مثلا هر قسمتش رو یه چیزی رو بتونیم کاور هم برای کنیم. ما راحت تر میشه، هم دیدنش راحت تر میشه. آره هم دیدنش راحت تر میشه.